رسیدیم به جلسه 8 از کورس آموزش مقدماتی ترید. از جلسه 0 تا جلسه 7 در مورد الفبا و مفاهیم فارکس و بازار مالی صحبت کردم. گفتم که اینا رو باید یاد بگیرید. اینا همش تئوریه، همش نظریه، ولی باید یاد بگیرید برای اینکه بتونید برید وارد چارت بشید. تصویری که اینجا الان دارید میبینید که هنوز خالیه، ولی امروز قراره که اولین ویدئوی چارتی ما باشه و بدونیم که از نمودار صحبت کردیم، از روند صحبت کردیم، از مفاهیم بیسیک صحبت کردیم. همه اینا رو بخوایم عملی از یه جای استارت بزنیم، از کجا باید استارت بزنیم؟ اول از همه من میخوام این نمودار رو، این چارت رو و این تصویر رو یه چند لحظه نگاه بکنید. اگر که علاقه دارید به این شغل و میخواید این مسیر رو ادامه بدید، این چیزیه که قرار سالها با ساعت بالا، با تعداد و مقدار بالا تماشا بکنید. این محدوده کار ماست، این میز کار ماست. این چارت قیمته که بر اساس 2 مؤلفه داره میچرخه. این مؤلفه سمت راست که میشه قیمت و این مؤلفه پایینی که میشه زمان. یعنی هر کندلی که صحبتشو کردیم داره ساخته میشه بر اساس این تایم فریمینگ که اینجا میتونید ببینید، داره هر کندل ساخته میشه، میره جلو و قیمت باهاش بالا پایین میشه. مشخصات کندل هم که توی ویدئوی قبلی گفتم. این میشه برای ما چارت و کار ما رسما با این مفهوم از الان شروع میشه. اما یه جایی در مورد روند صحبت کردیم. من میخوام اینجا بر اساس همون روند، از همون مطلب روند وام بگیرم و اولین صحبتمون رو در مورد چارت شروع بکنیم. گفتیم که ما 3 روند داریم اگر خاطرتون باشه. یا روند صعودیه، یعنی چی؟ یعنی قیمت به سمت بالا داره حرکت میکنه، یعنی سقف ها و کف های بالاتر داره میزنه. های لو، هایر های یعنی های بالاتر و هایر لو یعنی لوی بالاتر، یعنی به سمت بالا داره حرکت میکنه. یا روند قیمت صعودیه یا روند قیمت نزولیه که دقیقاً برعکس حالت قبلی میشه که میشود اینکه قیمت وقتی نگاه میکنید داره میاد پایین دیگه، دیسندینگ، این اسندینگ، این دیسندینگ، یعنی بالا میره، این میاد پایین. این لوی پایینتر، یه لو داری یه های داری، لوی پایینتر، های پایینتر، لوی پایینتر، های پایینتر. این روند صعودی، این روند نزولی. یک روند دیگه هم داره بازار و اونم اینه که روند خنثیه. بهش میگن روند خنثی، روند رنج، بهش میگن بیس زدن قیمت. این که قیمت نه روندش صعودیه نه روندش نزولیه، یعنی شما نمیتونی ببینی که مثلا های بالاتر، های بالاتر، های بالاتر یا لوهای بالاتر یا های پایینتر و لوی پایینتر میزنه. توی یک محدوده ای که شما داری مشاهده میکنی قیمت وامیسته. پس یه بار میگم، قیمت یا میره بالا یا میره پایین یا وامیسته. حالا من بر اساس همین 3 رفتاری که از قیمت معرفی کردم 4 در واقع رفتار اصلی قیمت رو میخوام اینجا براتون بکشم. قیمت یا میره بالا، خب اینو فکر کنید که روند داره دیگه، مثلا اینجوری داره میره بالا، یا میره بالا و بعدش یک روند خنثی داره و بعدش میره بالا، دوباره ادامه مسیر میده. یا میره یکم با تکلف و پیچیدگی بکشن، یا میره بالا بعدش دوباره یک رنجی میکنه و بعد بر میگرده. خب اینو هم بیارم اینجا. یا از بالا روند نزولی داره، بعد یک رنجی میزنه، بعد ادامه مسیر میده
خب اینم بکشم بغل دست این. یا از اون بالا روند نزولی داره، بعد یک رنج میزنه، بعد روندش رو عوض میکنه و صعود میکنه. حالا اینو من ساده کشیدم، بقیه رو در واقع پیچیده کشیدم، برای اینکه واقعیت مارکت ایناست دیگه، این نیست. حالا اینم هست ولی بیشتر موقع اینه. حالا من از این 4 تا میخوام کل رفتار قیمت رو تقسیم بکنم به این 4 تا که این 4 تا باز توی 2 دسته تقسیم بندی میشه. یعنی چی؟ قیمت یا رفتار ادامه دهنده داره مثل اینا، این 1 و این 2، یعنی میره بالا، در واقع روند خنثی ادامه بالا رفتن، یا میاد پایین روند خنثی ادامه پایین اومدن، یا اینکه میره بالا روند خنثی برگشت قیمت، یا از بالا میاد پایین روند خنثی برگشت قیمت. پس ما کلن 4 تا رفتار داریم از مارکت که یا میره بالا وامیسته دوباره میره بالا، یا میره پایین وامیسته دوباره میاد پایین، یا میره بالا وامیسته برمیگرده، یا از بالا میاد پایین وامیسته دوباره برمیگرده. خب بر این اساس شما به این بالایی‌ها میتونید بگید الگوهای ادامه دهنده و به این پایینی‌ها میتونید بگید الگوهای برگشتی. به این ادامه دهنده میگن continuation، به این برگشتی میگن ریورسال، که حالا این خیلی مهم نیست. مسئله اینه که ما کلاً 4 تا رفتار داریم توی مارکت که توی 2 تا دسته بندی میتونیم اینا رو ببینیم، الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی. حالا اسم این رفتارها رو هم یاد بگیریم که بعداً بخوایم استفاده بکنیم بدونیم دقیقاً چیه، منظورمون چیه. به وقتی که قیمت میخواد بره بالا، یعنی میره بالا، بهش میگیم رالی. وقتی که قیمت روندش خنثاست بهش میگیم بیس، و وقتی که ادامه مسیر هم میده مجدد بهش میگیم رالی. خب وقتی که قیمت روندش نزولیه بهش میگیم دراپ. وقتی که قیمت دوباره وامیسته بهش میگیم بیس، و وقتی بعدش دوباره میریزه بهش میگیم دراپ. خب حالا تو این پایینه چجوری اسم گذاری میکنیم؟ میگیم که رالی بیس دراپ، چون رفته بیس زده و برگشته. بعد میگیم که دراپ بیس رالی. این محدوده ها رو من کامل مشخص کنم براتون، برای اینکه بدونید دقیقاً به چه شکل هست. تو این مشخصه، تو این میشه رالی ما، این میشه بیس ما، این هم میشه رالی ما. تو این یکی این میشه دراپ ما، این میشه بیس ما. حالا مثلا این یا پایین خیلی فرقی نمیکنه، و این دوباره میشه دراپ ما. توی پایینی این میشه رالی ما، این میشه بیس ما، روند خنثی، و این هم میشه دراپ ما. توی سمت چپی این میشه دراپ ما، این میشه بیس ما، و این هم میشه رالی ما. 3 تا حرکت داریم، رالی، بیس، دراپ. با این 3 تا حرکت ما 4 تا حرکت میتونیم توی مارکت ببینیم تو ترکیب اینا. رالی با فلش نشون بدم، رالی بیس رالی که اصطلاحاً مخفف بهش RBR هم میگیم.
دراپ بیس دراپ، در واقع DBD هم میگیم بهش، رالی بیس دراپ RBD بهش میگیم مخفف، دراپ بیس رالی DBR بهش میگیم. خب حالا همه این تصویر رو قشنگ تو ذهنتون داشته باشید، کلی باهاش کار داریم، یعنی بیس همه کارهای ما اینه. خب بریم سراغ این که ما این دو مدل الگویی که داریم در واقع اینجوری بگم تعریف کلاسیکش چیه، یعنی معمولا این الگوها رو به لحاظ کلاسیک چجوری تعریف کردن قبل ترها و حالا در واقع چند سال پیش. عرضم به حضورتون که اومدن گفتن که ما الگوی برگشتی داریم، الگوی ادامه دهنده داریم. اوکی، اما برای الگوی برگشتی مثلا گفتن که هد اند شولدر داریم به این شکل، یا مثلا گفتن که دبل تاپ داریم. حالا این دبل تاپ ممکنه که دبل تاپ یعنی دو سقف، اینا برعکسش هم همونه دیگه، حالت صعودی حالت نزولی هم همونه، یعنی شما این هم دارید دیگه، سر و شانه و دو کف. خیلی حالت نرمیه دیگه، اینا پر از این، تو اینترنت پر از این تصاویره. خب علت این که من اول اون قبلی رو گفتم، الان دارم اینو میگم، اینه که اون قبلی خیلی مهمتر از اینه، اما این رو هم باید یاد بگیرید. ببینید این شکل هیچ وقت به این ترتمیزی ممکنه پیش نیاد، حالا بعضی موقع ممکنه ولی خب خیلی موقع ها به این ترتمیزی نمیشه. این که مثلا این شانه سمت چپ باشه، لفت شولدر باشه، این هد باشه، سر باشه، این رایت شولدر یا شونه سمت راست باشه، به این خطی هم که اینجا وجود داره بهش میگن نکلاین، یعنی خط گردن بهشون میگن. ممکنه که این بیاد پایین اینجوری بشه، این نکلاین کج بشه، ممکنه این بیاد بالا اینجوری بشه و این نکلاین اینجوری کج بشه. خب ممکنه که این بیاد در واقع اینجوری بشه و این سه تا توی یک راستا تقریبا قرار بگیرن. خب هد اند شولدر نمیشه، ولی من یه چیز دیگه میخوام بهتون میگم، یکم بالاتر باشه، خب هد اند شولدر میشه. این ممکنه که سقف اول و دوم اینجا ما یه نکلاین اینجوری مثلا داریم توی دو کف و دو سقف به این صورت. این ممکنه که اولی بالاتر باشه، دومی پایین‌تر باشه. ممکنه اولی پایین‌تر باشه، دومی بالاتر باشه. همه این صحبت‌ها که تو روند صعودی، هر چی در مورد روند صعودی میگیم در مورد روند نزولی هم همون صادقه. ممکنه این بالاتر باشه، این پایین‌تر، این پایین‌تر، این بالاتر. خب همه اینا وجود داره. و من چیزی که از در واقع هدفم از گفتن اینا اینه که درگیر این اسما و درگیر این الگوها نباشید. این جمله‌ای که الان دارم بهتون میگم مهمترین جمله‌ای که ممکنه بشنوید در مورد توی آموزش ترید. قیمت با الگوها دوستان نمیچرخه. هر الگویی که یاد گرفتید از هر جایی، از هر کلمه استراتژی خفنی، چه میدونم الگوی پرایس اکشنی مثلا با وین ریت 100، اینا هر چیزی که شنیدید اینا رو کامل بریزید دور. قیمت با الگو بر نمیگرده، اما ما به الگوها نیاز مبرم داریم برای اینکه بتونیم باشون ترید بکنیم. اینکه قیمت چجوری برمیگرده این دیگه میره توی لول های بعدی، اما الان اینو تو ذهنتون داشته باشید. مثلا یه تعریف اشتباهی که وجود داره اینه که میگن که اگر مثلا نکلاین شکسته شد، مثلا توی پول بک به نکلاین مثلا حالا دیگه نره خیلی پایین، دیگه این شکست. پول بک یعنی چی؟ یعنی ریتریس، یعنی پول بک یعنی اصلاح، یعنی یه مسیر رو میره، یه مسیری کوتاه‌تری رو برمیگرده که بعد ادامه بده مسیرشو. میگم مثلا روی این نکلاین میشه ورود کرد. بچه‌ها اینها الگوه و الگو میتواند اتفاق بیفته و میتواند اتفاق نیفته. در مورد همه این صحبت‌ها من نمیخوام وقتتون رو بگیرم با این کارها، چون که توی اینترنت پر از این الگوها، پر از این تصاویر. چیزی که من دارم میگم جان کلامه که به مرور زمان میخوام بهتون یاد بدم. پس
ارزم به حضور اسمشون مهم نیست، این در واقع نحوه تریدشون توی حالت کلاسیکش مهم نیست، اما فقط آشنا بشید با این مسئله. حالا در کنار این ماجراها ما یه سری الگوهای دیگه هم داریم که مثلا اینجوریه که الگوی مثلث داریم که مثلا میاد یه های میزنه، بعد یه لو میزنه، داخلش یه های پایینتر، یه لو بالاتر، یک های دوباره پایینتر، یک لو بالاتر، و میگن که این ادامه میده مسیر رو. میگن که این قیمت تو این حالت یه همچین کاری میکنه. اینطور نیست. بر اساس حالا یه همچین چیزی، بعد اینم تقسیم میکنم به 3 تا مثلث. یعنی بعضی از مثلث ها هستن که سعودی اسمشو میذارن، میگن که از بالا به یک سطح در واقع واکنش نشون میده به این شکل، و از پایین داره جمع میشه، مثلا میره بالاتر. یا اینکه عکس این ماجرا به این شکل که از پایین به یک سطح مشخص واکنششون میده و از بالا جمع میشه و میریزه. اینطور نیست مثلا بگیم که این الگو هر موقع اتفاق بیفته این ادامه دهنده است، این سمت چپی ها هر موقع اتفاق بیفتن این در واقع برگشتیه. نه، اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. انقدر دارم میگم چون که بزرگترین ضربه‌ای که آدمو خوردن از همین مدل آموزش هاست. به هیچ عنوان این حرفا درست نیست. الگو هستن، اتفاق میافتن، تو بعضی از این اتفاقات برمیگرده. مثلا یه جایی هست که هدن شولدر رو شما میبینی قیمت برمیگرده، یه جایی هست هدن شولدر رو میبینی قیمت بر نمیگرده، ادامه مسیر میده. پس درگیر این الگوها و اسمشون به هیچ عنوان دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونستم تاکید بکنم، از جون گلوم گرفت. خب و مثلا الگوهای اینجوری دیگه هم وجود داره ها. این که مثلا میگن که یه همچین چیزی هست به عنوان وج بهش میگن که قیمت داره یک مثلثی رو توی این شرایط داره میسازه به این شکل. حالا این میتونه نزولی باشه، میتونه صعودی باشه، خیلی فرق این ماجراها نیست. الگوی مثلا فنجون و دسته و فنجون و همچین چیزی که مثلا قیمت میاد یک همچین رفتاری میکنه، بعد میرسه به اینجا یک ریتریسی میده و میره. مثلا این به عنوان یک دسته فنجون و اینها که کاری باشون نداریم. در مجموع برای اینکه این الگوها رو یاد بگیری کار سختی نیست. توی گوگل یه دونه میزنیم الگوهای پرایس اکشن، چه میدونم الگوهای کلاسیک، همه اینا رو لیست میکنه براتون. یعنی حرف ما الان اینجا این نیست. کلا از همه این صحبت ها من میخوام شما اینو یاد بگیرید. قیمت میره وامیسه، میره وامیسه، برمیگرده، از پایین میاد وامیسه، برمیگرده، از پایین میاد وامیسه، ادامه مسیر میده. این که این جمله پایانی، این که این واسادنه، این بیسه، این روند خنثی به چه شکله اصلا اهمیتی نداره. اصلا اهمیتی نداره. فقط این مفهوم باید تو ذهنتون باشه. حالا ممکنه خیلیاتون که قبلا آموزش ها دیدید با این حرف من تعجب بکنید، اما اصلا به شکل این بیسه، به شکل این بیسه، به شکل این بیسه و این بیسه توجه نکنید برای اینکه قیمت میخواد ادامه مسیر بده یا میخواد برگرده. حالا چرا انقدر با آب و تاب انقدر این تیکه ها رو صحبت کردم؟ چون اگر روز اولت هیچی متوجه این آب و تابه نمیشه، اما اگر قبلا آموزش دیدی و الان مثلا میخوای دوباره شروع کنی یا میخوای چیز جدید یاد بگیری یا اینا، در اون صورت متوجه میشی که آموزش هایی که در سطح نت وجود داره، از هر سبکی، از هر سیاقی، از هر شخصی، توی آموزش ها شما رو مطمئنتون میکنن و این اطمینانه اولین خیانت به مغز شماست. شما اطمینان رو نیاز دارید داشته باشید، اما نه به الگو، نه به چارت، به یه چیزای دیگه که بعداً مفصل در موردش حرف میزنیم. امیدوارم اولین جلسه چارتیمون رو دوست داشته باشید، براتون مفید بوده باشه، به حرفام فکر کنید، دوباره ببینید و حتما بر دوستاتون بفرستید، برام کامنت کنید. سابسکرایب نکردید که اصلا هیچی، مواظب خودتونم باشید.